مسئله بازگشت به آتش مقدس، مسئله بازیابی آتش مقدس امروز دیگر چیزی نیستش که ما بخواهیم به طور کجدار و مریض به آن برخورد بکنیم. ببینید، ما برای نگه داشتن ایران نیاز به یک پایگاه استوار دینی داریم. شیعه به طور اخص و اسلام به طور اعم توانایی همبستگی رو از دست دادن، نه تنها از دست دادن بلکه عامل نفاق و عامل چندپارگی و عامل گسست‌های چندگانه اجتماعی شدن. در درون خود شیعه ما امروز میبینیم شیعه حاکم نفاق بسیار گسترده‌ای وجود دارد. یک سری طرفدار ولایت مطلقه خامنه ای هستند، یک سری طرفدار ولایت مطلقه هستند اما نه ولایت مطلقه خامنه ای، یک سری طرفدار ولایت امر هستند اما نه ولایت مطلقه امر، و اینها برای خود نامهای گوناگونی میذارند: شیعه انگلیسی، شیعه آمریکایی و امثال هم. یک سریشان شیعه هستند و طرفدار حکومت شیعی هستند اما حکومت شیعی لایک یا سکولار. و اگر ما بخواهیم این فهرست را ادامه بدهیم میبینیم که این شیعیان که در یک ائتلاف پایه‌ای با روشنفکران به سر میبرند آنچنان در هم ریخته‌اند و به جای 72 ملت 72,000 ملت هستند. بنابراین آن چسبی را که باید در درون جامعه باشد شیعه تامین نمی کند. ما وقتی نفاق میان شیعه و سنی را نیز در نظر بگیریم، خب این نیز یک زخمی هستش، جراحتی هستش بر پیکر ایران شهر. اینها رو وقتی در نظر بگیریم و بیاییم و دشمنان اینها رو ببینیم، مانند بهایی ها، مانند بابی ها، مانند جهود ها که در درون اینا رخنه دارن و به طرق مختلف میکوشن که این شیعه را بزنند. خب بنابراین این اسلام و این شیعه تبدیل شده است به یک معضل، تبدیل شده است به یک سد راه ایرانیان برای بازگشت به مدار تیسبون. و از آن جایی که ما هماره احتیاج به یک سپاه دینی داریم، احتیاج به یک سپاهی داریم که برخوردار باشد از یک سپر معنوی. از آن جایی که شیعه سد راه ایران شهر هستش، بنابراین ما نیاز به بازیابی دینی خود نیز داریم. فقط بازیابی سیاسی پاسخ نمیدهد، یعنی فقط بازگشت به سنت جمع، بازگشت به سنت کوروش و بازگشت به سنت گشتاسپ یا کیخسرو بسنده نیست. ما باید این بازیابی دینی را نیز به سنت زرتشت انجام دهیم و مهمترین نهادی که امروز باید این بازیابی را انجام بدهد سپاه پاسداران و ارتش هستند. یعنی پوشیدن جامعه سفید و بازگشت به کیش سفید و بازگشت به آتش مقدس، به آتش مقدس حافظ، به آتش مقدس عطار، به آتش مقدس سنایی که امروز درباره اینها سخن خواهیم گفت، به آتش مقدس فردوسی و برسیم تا به آتش مقدس خود اشو زرتشت. این امروز لازمه امنیت تمدنی ماست. ما بدون این آتش گرم، بدون این تنور گرم اهورامزدا نمیتوانیم از پس دیوهای سردی بر بیاییم. امروز جهودیت، صهیونیسم شیعی، ترساگری تبشیری، بهاییت، کمونیسم، تمامی اینها دست به دست یکدیگر دادن برای باز کردن پیچ و مهره های ایران شهر، برای تجزیه دموکراتیک ایران زمین، برای متلاشی کردن جغرافیای اهورایی ایران شهر. بنابراین ما وقتی با یک همچین تازش گسترده‌ای روبرو هستیم نیاز به ابزارهای دفاعی داریم که از جنم یعنی از لازم ماهیت دارای یک پیوندی باشد با این دشمن. شما نمیتوانید یک خیزش دینی را با لایسیته و با یا سکولاریسم پاسخ بدهید. وقتی یک حمله دینی، یک حمله دوزخی به شما می شود از سوی دیوها، باید اهوراها را و بقان و ایزدان را در برابر اینا صف کشی بکنید.